این آیه ها رو بهتره که با رنگ آبی روشن بدوزیم، یعنی پردوزیش با گلدوزی آبی روشن، یا اینکه اگه دوست داشتین سبز روشن. این رنگ ها معمول‌ترن توی دوخت آیه ها. و پتک ها رو هم میتونین با نارنجی و دوردوزی قرمز داشته باشین و این بوتجاقا هم پتک هاشون با نارنجی و دوردوزی آبی نسبتا جذاب بشه. این گلبرگ ها هم که میتونن دو سبز روشن و تیره باشن، سر قنچش قرمز باشه، یا که اینا با یه رنگ دیگه رنگ پر بشن که هم اینا همشون دوختشون گلدوزیه و داخل این مثلث ها هم گلدوزیه، رنگاش سلیقه‌ای هستن. میتونین نقطه های این متن رو با رنگ قرمز مثلا پر کنین و رنگ های دیگه هم مثل لاکی، سرمه‌ای و سبز تیره هم میتونه جای این آیات پر بشه، ولی معمولترش آبی روشن یا سبز روشنه.